تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوع‌های مهم. یک مرکز بین‌المللی مبارزه با تروریسم میگوید 27 شهروند تاجیکستان در جنگ‌های عراق و سوریه عملیات انتحاری انجام دادند. بعضی اعضای کنگره آمریکا از پرزیدنت این کشور خواستند که اتهام ثبت گفتگوهای ستادش در دوره انتخابات را اثبات کند. دونالد ترامپ قبل از این سخنانش یگان شهادت پیش نآورد. نقطه کلیدی همین است. اگر شهادت هست آشکار کنید، ولی او قبل از سخنرانی دلیل مطرح نکرد. و روزنامه‌نگاری دیگر اندیش ازبک 18 سال را در زندان سپری کرده است. رهایی‌اش را با مرگ پرزیدنت اسلام کریمов در سال گذشته ربط می‌دهد. اگر رهبریت عوض نمی‌شد بدون شبهه مهلت حبس مرا باز 5 سال دیگر دراز می‌کردند. مرکز بین‌المللی مبارزه با تروریسم میگوید شهروندان تاجیکستان در صدر فهرست انتحاری‌های گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی قرار دارند. این سازمان با نشر گزارش در سامانه‌اش گفته است 27 نفر تاجیکان در عراق و سوریه عملیات‌های انتحاری انجام دادند. طبق این گزارش گروه دهشت‌افکن در عملیات‌هایش اساساً از ماشین‌های سرشار از مواد ترکنده استفاده می‌برد. مقامات تاجیک تا به حال شماره شهروندان کشور را که به صف‌های گروه دولت اسلامی پیوسته در جنگ‌های سوریه و عراق شرکت دارند حدود 1500 تخمین میزند. اما خود جنگیان تاجیک بارها در نوارهایی که طریق شبکه‌های اجتماعی پخش شده است صف خود را بیشتر از حساب‌های مقامات دانستند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید اکثر این اشخاص بیرون از قلمرو تاجیکستان به این جنگ‌ها سفربر شدند. معلومات داخلی نداشتن بیشتر میگن که بیشتر خارج از کشور بیشتر در روسیه محصول میشن. تخریب جمهوری هم از این نظارت کمتر است. هم بیشتر در خارج از کشور محصول میشوند. گروه‌های افراطی معمول عین‌دانی از همین استفاده می‌برند. اخیراً مقامات تاجیکستان اطلاعات درباره شماره شهروندان تاجیکستان را که در جنگ‌های کشورهای خارجی شرکت می‌ورزند سری دولتی اعلام کردند. به نظر می رسد که کمیته کنگرسی ایالات متحده آمریکا که با تحقیق دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا مشغول است باز یک عده حادثه‌های مربوط با این رویداد مهم سیاسی را بررسی خواهد کرد. آخر هفته گذشته رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ مأموریت پرزیدنت سابق باراک اوباما را با ثبت گفتگوهای ستاد انتخاباتی نامزد حزب جمهوری‌خواه متهم کرد. وکیلان کنگره از هر دو حزب آمریکا تاکید می‌کنند که عیب‌نامه خیلی جدی است و پرزیدنت باید گفته‌هایش را اثبات کند. جیمز کومی رئیس اداره فدرالی تفتیشاتی ایالات متحده آمریکا یا خود FBI ادعای ثبت گفتگوهای دونالد ترامپ از سوی مأموریت پرزیدنت باراک اوباما را رد کرد. روز یکشنبه روزنامه نیویورک تایمز نوشت که کومی از وزارت عدلیه خواسته است ادعای ثبت گفتگوهای تلفنی دونالد ترامپ در دوره انتخابات پرزیدنتی سال 2016 را رسما رد کند. به نوشته روزنامه کومی گفته است این ادعا اساس ندارد و باید از اعتبار ساقط شود. قصر سفید از کمیته کنگره که حالا به بازجویی دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی مشغول است تحقیق احتمال ثبت صحبت‌های ترامپ را طلب کرد. این چیز امکان ندارد. پرزیدنت کشور نمیتواند به کسی چنین امر بدهد. این معنای آن را دارد که گروه بزرگ به کارهای غیر قانونی مشغول بودند. ثبت نوارها را بیرون از چارچوب دادگاه خاص عملی کردند. سخنان پرزیدنت را مستقیم قبول میکنم. دونالد ترامپ قبل از این سخنانش یگان شهادت پیش نآورد. نقطه کلیدی همین است. اگر شهادت هست آشکار کنید، ولی او قبل از سخنرانی دلیل مطرح نکرد. روز شنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ مأموریت اوباما را به این متهم کرد که گویا در دوره انتخابات پرزیدنتی گفتگوهای تلفنی برج ترامپ را ثبت می‌کرده است. ترامپ در این زمینه هیچ دلیلی را پیشنهاد نکرد. سخنگوی اوباما عیب‌نامه ترامپ را رد کرده است. برمیگردیم به تاجیکستان. روز 5 مارت امام علیه رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر کاری در ولایت ختلون قرار داشت. در دایره این سفر پرزیدنت کشور از منطقه فخرآباد بازدید کرد و با طرحی از نوسازی روی ماشینگرد دوشنبه قرغون تپه که با خرج 96 میلیون دلار بنیاد می‌گردد آشنا شد. همچنین امام علیه رحمان همراه پسرش رستم امام علی چون نشانی در باغ پیشوای نوی خراسان نهال شناندند.
дар ҳамин ҳол як ҷуфти афғон ки тифлашон дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин бо кӯмаки ҷарроҳони тоҷик ба дунё омад, навзоди худро Эмомалӣ ном гузоштанд. Ин ҷуфт гуфтанд ин номро ба хотири раиси ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб карданд ки барои табобат ва ҷарроҳӣ марзро ба рӯяшон боз намудааст. این نوزاد افغان را که طبیبان تاجیک از بیمارخانه مرکزی ناحیه شمس‌الدین شاهین نجات دادند، والدین امامعلی نام گذاشتند. این اسم پرزیدنت تاجیکستان است. سه روز پیش با راه جراحی او را از شکم مادرش بیرون کردند. برای او هنوز معلوم نیست که در آینده نام چهره اول سیاسی این سرزمین او را به کدام اعتبار میرساند. ساکنان این منطقه سرحدی اعتقاد دارند که نام نیک نیم دولت است. جناب مولی امامعلی رحمانوف پرزیدنت تاجیکستان برای ما معلومسا خدمت میکند دیگر برای مریضای ما مشکلات ما را میکند به همین حساب ما نامش امامعلی ویسیدین ولد زینالدین ساکن دهه چشمه توتی بدخشان افغانستان است که از مرکز ناحیه شمس‌الدین شاهین با ماشین تا آنجا 2 ساعت راه است. حالا بعد عمل خوبی جراحی و بهبود شدن وضع سلامتی همسرش شوخی میکند و شاد است. چند روز پیش وضع دیگر داشت. صوت 5 بجه کسل میشد. در اون کلینیک خدمت شفاخانه بودیم. ما صوتای مکتوب دوانی طرف سرحدی و کمینساری با اجازه دادم دیگر صوت هم 4 و 3 نیم برای حرکت که اومدیم اینجا. جوانی 8 بجه عملیاتش کردم. امامعلی فرزند نخستین در این عائله است. مادرش حالا بعد جراحی فرعی صحبت کردن ندارد. نامتان چی است خواهر جان؟ مریم بیبی کی؟ طبیبان میگویند وضع او و پسرش معتدل میباشد. 35-36 هفته نهایی نداری او عمل جراحی گذراندی. حاضر عمل جراحی گذرانده نقض میباشد. ولایت بیمار مطابقت میکند با حجم جراحی گذرانده شده. ولایت مادر کودک حاضر خوبتر بهتر است. بر طبق موافقه اداره‌های بهداشت تاجیکستان و افغانستان، بیماران محتاج به یاری تجلیلی از نواحی سرحدی با رسمیت آسان به بیمارخانه‌های تاجیکستان انتقال می‌یابند. چون که در آن سوی مرز طبیبان کمچینند و راه تا مرکزهای مأموری دور بوده، آوان فصل سرد بسته می‌شوند. طبابت شهروندان افغانستان از طرف فاند آقاخان مبلغ گذاری می‌شود. یک پزشک 78 ساله توجیک مدت است که اتاق کاری در درمانگاه را به ماشین عوض کرده است. او میگوید هرچند تاکسیرانیش در این سن و سال باعث حیرانی برخی مسافران میگردد، اما او به این وسیله هم خستگیش را برطرف میکند و هم دستنگاری کسی نمیشود. هرچند صباحت بویمت و 6 سال پیش به تاکسیرانی آغاز کرده است، اما تجربه بیش از 30 ساله رانندگی دارد. با رادیو صوفی یک روز مسافر این زن تاکسیران بود. сабоҳат бойматовои 78 сола бо мошини опели нимавайрони худ ҳар рӯз даҳҳо бор хиёбони марказии душанберо убур мекунад. ҳадафи ин зани бознишаста сайру гашт нест. ӯ бо мошини опелаш кор мекунад, ба қавли таксӣ мезанад. зеро пас аз 40 соли кори табибӣ 250 сомонӣ нафақа дорад. ин нафақа барои пешбурди рӯзгораш кофӣ нест. ман аз пагои то бегои таксӣ кор намекунам. من همین وقتم که شد نبیرچم مکتب میبرم از ساعت 12 که گذشت 12 نیم تو یک ساعت 2 ساعت زیادش قطع 3 ساعت دیگر نمیرم برای که کاری خانه بسیار کلونم کوربه پسرم کوربه. خانم бойматова دختری کودکان است. از سال 1964 تا سال 1986 در درمانگاه یا پلیکلینیکای شماره 9 دوشنبه کار کرده است. بعداً در ناحیه رودکی سال 1996 گرفتاری سکته قلبی شد و به نفقه معیوبی برآمد. خانم صباحت از طبیبی در بیمارستان دست کشید، اما رانندگی را رها نکرد. زیرا باری نخست در سال 1980 برای کار موفقانه طبیبیش به او ماشین تمغه ژیگولی تقدیم کردند. در طول 37 سال بعدی 12 ماشین سبکرو را عوض کرد و امروز با اوپل مسافر میکشد. این حیات به ماشین برای زندگی در کار بوده است. یک خودم فرزندای کلام کردم. همین خیال شد که خانم ویران شد.
از شوهرم جدا شدم. شوهرم دختر پروفسور گرفت. من 3 کودک قطع ماندم. این خانمی بازنشسته با خانواده پسرش زندگی میکند. او میگوید در این سن و سال برای آن کار میکند که نمیخواهد به تشویش زندگی فرزندانش افزاید. دختری بزرگش 1 سال پیش در سن 50 سالگی فوتید. نبیره از آن دخترش را به شوهر داد. میخواهد در ادامه تحصیل نبیره دیگر یتیم مانده‌اش کمک کند. حالا نگاه می‌اندازیم به ازبکستان. با تغییر قدرت در این کشور و پرزیدنت انتخاب شدن شوکت میرزیویف، شماری از دیگر اندیشان ازبکستان از زندان رها شدند و در برابر آنها روزنامه‌نگار محمد بیگجونوف نیز به آزادی برآمد. این روزنامه‌نگار در یک صحبت ویژه با خبرنگاری ریترز در شهر خیوه ولایت خوارزم گفت خوشحال است که رهبران نوی کشور او را رها کردند، ولی درباره تغییر فضای سیاسی در عموم زمانی میتوان حرف زد که تمام محبوسان سیاسی از زندان‌ها رها شوند. موضوع را همکارمان مومن احمدی پیگیری کرده است. روزنامه‌نگار دیگراندیش ازبک محمد بیگجونوف در دوام 18 سال زندان با اذیت روحی و جسمانی روبرو شده با شرافت دستگیری حامیان حقوق رفت داده نبوده است. بیگجونوف 63 ساله ماه گذشته آزاد شد. او در گذشته رهبری روزنامه حزب مخالف ارگ را بر دوش داشته در سال 1999 با جرم چاپ و نشر روزنامه منع شده اشتراک در اعتراض سیاسی و تشکیل تبادلات دولتی به مدت 15 سال از آزادی محروم شد. بیگجونوف هیچگاه خود را گناهکار نشناخته است و حامیان حقوق حکم او را سیاسی عنوان دادند. ابتدا مدت حبس بیگجونوف کمی کوتاه شد و او امکان داشت که سال 2012 به آزادی برآید که بعداً حبس او را برای 5 سال دیگر تمدید کردند. بیگجونوف رهایی‌اش را به مرگ اسلام کریموف پرزیدنت ازبکستان ربط می‌دهد. برادر بیگجونوف محمد صالح رهبر حزب ارگ در سال 1991 یکی از داوطلب‌ها در انتخابات پرزیدنتی بوده از سال 1993 به ترک وطن مجبور شد. سال 1999 محمد صالح را در غیابش با تروریسم محکوم کردند ولی او این اتهام را رد می‌کند. ماه سپتامبر سال گذشته اسلام کریموف از سکته مغزی وفات کرد. سابق سروزیر ازبکستان شوکت میرزیوف که در ماه دکبر پرزیدنت ازبکستان انتخاب شد و از آن وقت به این طرف شماری از محبوسان سیاسی معروف را رها کرد. اگر رهبریت عوض نمیشد بدون شبهه مهلت حبس مرا باز 5 سال دیگر دراز میکردند. بیگجونوف تاکید میکند که او را در زندان سالهای زیاد اذیت دادند. او به یاد می‌آورد که در 5 سال اول تا زیارت صلیب سرخ او را هم از نقطه نظر روحی و هم جسمانی اذیت دادند. من 6 ay mobaynida yakka bir o'zim bir kamerada o'tirdim. مرا بار بیش از نیم سال در حجره تنها نگه داشتند. آن وقت نام دخترانم را فراموش کردم. دشوارترین دوره وقتی بود که مرا از اوکراین استرداد کرده به زندان یسلیق بردند. در آن جای پایهایم را شکستند و گوشهایم کر شدند. Undan keyin jasliqda bo'ldim. Jasliqda ham qattiq qiynoqlar bo'ldi. Oyoqlarim sinib ketdi, quloqlarim garang bo'lib qoldi, eshitmaydigan bo'lib qoldi. بیگجونوف میگوید دستگیری بین المللی او را دلگرم میکرد. Juda ko'p jurnalistlar وقتی در زندان بودم روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق سراسر دنیا با من در تماس بودند. با قبل بیگجونوف حاضر هم شمار زیادی از دیگر اندیشان روزنامه‌نگاران و فعالان جنبش‌های مخالف حکومت در محبس‌ها نگهداری می‌شوند و درباره اصلاحات واقعی سیاسی در ازبکستان زمانی می‌شود حرف زد که این افراد آزاد شوند. دادگاه نظامی شهر دوشنبه به محاکمه یک افسر نیروهای مرزبانی می‌پردازد که به خودکشی رساندن سرباز جهانگیر قربانوف متهم می‌شود. دفتر آزادی‌های شهروندی روز 6 مارس گفت این افسر 2 سرباز را به دزدی اموال نظامی متهم کرده است و از آنها خواسته است پول زیانی رسانده‌شان را جبران نمایند. تفصیلات این خبر در سامانه مقابل دریافت است. با این خبر برنامه امروز را پایان می‌بریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی.org و صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. تشکر که با ما هستید و خدا نگهداری هر یک شما.